سلام بریم با هم یک کیک گیلاس خیلی خوشمزه درست کنیم. مثل همیشه تخم مرغ، شکر و یک کوچولو نمک که داریم رو با دور تند همزن بزنید تا وقتی که تخم مرغ ها کاملا کشدار بشه و حالت فومی پیدا کنه و همینطور کم رنگ بشه. این پروسه حدوداً 2 دقیقه تا 3 دقیقه بسته به قدرت همزن شما طول میکشه. بعد اینکه تخم مرغ‌ها کاملا حجیم شد، حالا همزن رو خاموش میکنیم. روغن مایع و همینطور شیر و وانیل که داریم رو اضافه میکنیم. من اینجا دارم از وانیل شکری استفاده میکنم که 1 قاشق چایخوری ریختم. اگه وانیل پودری دارین 1/4 قاشق چایخوری کافی هست. حالا با دور کند همزن فقط 10 ثانیه میذاریم که مواد با هم دیگه ترکیب بشه. این مرحله رو با همزن دستی هم میتونید انجام بدید، حالا هر کدوم که خودتون راحت ترید، ولی حواستون باشه که اصلا نباید زیادی ترکیب کنید. خب حالا همزن خاموش میکنیم، با لیستک دور کاسه رو تمیز میکنیم، مواد رو زیر و رو میکنیم و بعد آرد و مواد خشکمون در واقع الک میکنیم و اضافه میکنیم. اینجا آرد داریم و همینطور بیکینگ پودر که یک باره همه رو اضافه میکنیم. حالا با همزن دستی خوب مواد رو ترکیب بکنید. حالت زیر و رو هم بزنید که موادمون خوب ترکیب بشه و گلوله آردی باقی نمونه. باز توی این مرحله هم دقت کنید که زیادی هم زدنتون طولانی نشه. حالا مواد کرم پنیریمون رو در واقع درست میکنیم که میخوایم برای روی کیکمون ازش استفاده کنیم. پنیر خامه‌ای داریم که من از پنیر لبنه دارم استفاده میکنم. 2 قاشق شکر که با همین لیستک اگه کراتون پنیر دمای محیط باشه خیلی راحت اینها با هم ترکیب میشن. پس از قبل پنیر رو بیارید بیرون که به دمای محیط رسیده باشه. 1 دونه زرده تخم مرغ داریم اضافه میکنم، اینم باز هم ترکیب میکنم با هم دیگه و نشاسته ذرت رو بعدش اضافه میکنیم. میتونید آرد هم بزنید، هر کدوم که در دسترس بود و راحت تر بود براتون همون رو استفاده کنید، زیاد خیلی چیز مهمی نیستش. ترکیب میکنیم با هم دیگه. اگر حساس هستین 1 کوچولو وانیل هم بزنید، ولی اصلا بوی بدی نداره، در واقع بوی خوبی داره، نیازی به وانیل هم نیست. اگر دوست داشتین اضافه کنید. حالا من این کیک رو میخوام تو قالب لوف بپزم، سایز 10x20، ولی تو قالب گرد هم میشه. گرد سایز 18 تا 20 مناسب هست براش. کفش رو حتما کاغذ روغنی بذارید. گیلاسا رو از قبل من برش زدم، هستش رو جدا کردم، یه مقدارش رو کف قالبم میریزم، نصف موادم رو میریزم، مواد کیک رو میریزم روی گیلاس ها، دوباره وسط کیک باز هم گیلاس میذارم، حدودا 1 پیمونه حدودا گیلاس نیاز هستش، گیلاسی که هسته گرفتید و بعد دوباره بقیه مایه کیک رو روی گیلاس ها میریزم یه جوری که همه سطحش رو بپوشونه. حالا با لیستک روش رو صاف میکنم و بعد دوباره برای روش از کرم پنیر که درست کرده بودیم میریزیم و باز هم گیلاس میذاریم. کرم پنیر رو اینجوری قاشق قاشق رو همه سطح کیک همه جاش بذارید و بعد گیلاس ها رو هم روش بچینید. میتونید هر مقدار دوست داشتید گیلاس بذارید، ته‌نشین نمیشه. فر هم از قبل گرم بشه با دمای 175 درجه، حدوداً 45 دقیقه 50 دقیقه بسته به دمای فر طول میکشه تا بپزه. این هم از کیک گیلاس خیلی خوشمزه‌مون. امیدوارم درستش کنید و لذت ببرید. به جای گیلاس از توت فرنگی، شاتوت، بلوبری، رزبری، هر کدوم که دوست داشتین هم میتونید استفاده کنید. این کیک خیلی بافتش نرم و لطیف و خوشمزه هست. کرم پنیر روش هم واقعا فوق‌العاده میشه طعمش با گیلاس. پیشنهاد میکنم حتما امتحان کنید. نظراتتون لطفاً تو کامنت ها برام بذارید که خیلی برام با ارزشه. و لایک و سابسکرایب هم یادتون نره که حمایت خیلی خیلی بزرگی هست از من. مرسی که تا اینجا همراه من بودید.